درود بر پرتاب‌های آفریدگار. اگه میخوایم در مورد مرگ بیشتر بدونیم و اینکه هدف از زندگی شما چیه و چرا به این دنیا اومدیم و چرا خانواده‌ای که داریم رو انتخاب کردیم و هزاران سوال اینگونه، بهتون پیشنهاد میکنم که کتاب سفر ارواح نوشته دکتر مایکل نیوتن رو بخونید. این کتاب یکی از ارزشمندترین کتاب‌ها در زمینه شناخت روح و زندگی پس از مرگ. این کتاب با تکیه بر تجربه‌های هیپنوتراپی مراجعان نگاهی عمیق به سفر روح، هدف از زندگی و جهان پس از مرگ ارائه میده. در این کانال قصد دارم ترجمه روان از این اثر ارزشمند رو با شما به اشتراک بذارم تا بتونیم با هم به کشف مفاهیم عمیق‌تر زندگی و حقیقت روح بپردازیم. امیدوارم این محتوا برای شما الهام بخش و مفید باشه. از طریق داستان‌های فوق‌العاده این کتاب شما خواهید آموخت: 1. حس و تجربه مردن چگونه است. 2. بلافاصله پس از مرگ چه می‌بینید و احساس می‌کنید. 3. کجا و چه زمانی یاد می‌گیرید که روح‌های همسرشت خود را بر روی زمین بشناسید. 4. سطوح مختلف روح شامل مبتدی، متوسط و پیشرفته. 5. چه اتفاقی برای روح‌های آشفته می‌افتد؟ 6. هدف زندگی چیست؟ 7. و تجلی یک خالق چگونه است؟ مایکل نیوتن دکترای روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا داشته. او بیش از 40 سال به عنوان روانشناس مشاور، هیپنوتراپیست ماهر و معلم فعالیت کرده. او همچنین بنیانگذار مؤسسه مایکل نیوتن برای هیپنوتراپی زندگی میان زندگی هاست که هیپنوتراپیست ها را در تکنیک های پیشگامانه خود آموزش می دهد. او در کانال دیسکاوری و همچنین در برنامه های متعدد تلویزیونی و رادیویی ظاهر شده است. در ویدیوهای آینده ترجمه کامل این کتاب را با شما به اشتراک می‌گذارم. از مقدمه شروع می‌کنم و پس به پس پیش میرم، به طوری که هر ویدیو کمتر از 10 دقیقه بشه. امیدوارم این مطالب برای شما مفید و الهام بخش باشه. هر روزتان پر از آرامش و آگاهی باد.